داداش بازی بعدیو بهم میگید نه؟ آره فعلا تو کلیه رو در بیار دیگه. تو اکیپ شما به نظر من یه خانواده فوق العاده شدی، اما تو به زور وارد گروه شدی، ما تو رو نخواستیم. فش بابا افغانی، تو اصلا ویزا داری، پاسپورت داری، تو کره میچرخی. من دارم راجع به همبستگی صحبت میکنم. چه گروه فوق العاده شدین؟ آره لازم نیست اینجا به کسی هم بدی. کار من تموم شد. بازی بعدیو بهم بگید. ما خودمونم نمیدونیم، هنوز به ما نگفتن. یعنی چی نمیدونم؟ من تا نگید نمیرم. چه عجله؟ فردا صبح بهت میگیم. یا بازی بعدیو بهم میگید یا اینجا رو آتیش میزنم، فهمیدین؟ بایدی که آهن میخوای اینجا رو آتیش بزنی آروم باش، فردا صبح بهت میگم. چجوری باید بهت اعتماد کنم؟ یا صورتمو بهت نشون میدم، فردا صبح بهت میگم. پسر چه عجله؟ شما کی اومدین اصلا صداتون نیومد؟ پدر بزرگ بلند شو. نه بلند نمیشه. میگم بلند شو وگرنه شلیک میکنم. جزیره مال شماست یا اجاره کردین؟ بهت میگم بلند شو. اده شاشیدم دیگه حیوان. بیا پدر بزرگ قصه نخور، اینو دور کمرت ببند. یه خورده بو میده اما اشکال نداره. فکر کنم قراره تیله بازی کنیم. آره. امیر بیا با هم تیم. افغانی بیا با هم تیم شیم. اگه باختیم هم پناهنده میشیم ایران. نه 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 نقشتون فوق العاده است. تازه اونجا پر افغانیه، با این بری حتما راحت میدم. چنگیز بیا با هم تیم شیم. امیر تو رو فروخت، افغانیه تو رو فروخت. بابا این پدر بزرگی هم که دیگه تو شلوارش شاشیده، با اونم نمیتونی باشی. بیا با هم همه رو شکست بدیم. یه کره‌ای هیچ وقت رفیقشو نمیفروشه. بیا پدر بزرگ بیا با هم تیم شیم. دو نفر پخشید تا من بازیو بهتون بگم. شبیه محله قدیمی ماست. آره. ببین چهارشنبه، من اصلا آدم نجات پرستی نیستم. دو نفری عین دو تا برادر بازی میکنیم و برنده میشیم. کیسه ها رو از نگهبانا بگیرید، خوب داخلش رو کنترل کنید. باید 10 تا تیله داشته باشید. قرار تیله بازی کنیم. پس نه دادم بکنیمشون تو کونمون. معلومه که قرار تیله بازی کنیم پدر جان. آره. حالا میرسیم به قانون بازی. کسی که تیله های دوستشو بگیره برنده است. اون یکی هم که تو سرش شلیک میشه. حالا ببینم چیکار میکنید. پسر یه چای بیار اینجای بازی خوبه. بگاه رفتیم. تو چجوری از مرز رد شدی؟ منظورت چیه؟ تو چجوری وارد کره شدی؟ بی‌ناموس تو اصلا پاسپورت داری؟ سنجیز به خدا اینجا شبیه محله قدیمی منه. من اینجا یه خونه دارم. پدر بزرگ خونه تو اینجا چه غلطی میکنه؟ تو رو خدا بیا بازی کنیم، فقط یه دست. ببین تو دست من چند تا تیله است. اگه بتونی حدس بزنی زوجه یا فرد، تو برنده میشی. زوج و فرد دیگر چیز. من ریاضی بلد نیستم. میدونم به خاطر همین اینو بازی میکنیم. یالا بگو. پدر بزرگ باید بازی کنیم. بازی دیگه چی؟ سرنوشتم و گاییدم. اینجا دیگه کجاست؟ کینگز لندینگ. این حرومزاده فکر میکنه ما توی فیلم دیگه ایم. تو رو خدا بیا بازی کنیم. ول کن بابا، میرم سانسا رو پیدا کنم. حرومزاده مگه تو جافری؟ زوجه یا فرد؟ بیناموس تو چجوری همه رو درست میگی؟ ببخشید این آقا داره سر من داد میزنه. نگاه حرومزاده داره بدون لهجه هم صحبت میکنه. بازی کن خارکسته، بازی کن. آقای مثلث پدر بزرگ فکر میکنه تو سریال گیم اف ترونزه، ولی ما اونجا نیستیم. من چیکار باید بکنم؟ چجوری بازی کنم؟ تو رو خدا بهم کمک کن. سیکتی رازیش کن. پدر بزرگ مرگ کونت، فقط یه دست بازی کنیم. باشه بابا گایدی. پوچ. نه فکر کردم گلیا پوشه. زوج اشتباه است. حرومزاده عوضی، مگه نگفتی تو ریاضی بلد نیستی ها؟ نکنه تو یه طالبانی؟ تروریست حرومزاده، حرف بزن. حرومزاده بازی در نیار. برو بشین سر جات، بازی تو بکن. بازم من برنده شدم. شانسمو گاییدم پدر بزرگ. نوبت توه. فرد. اما تو همه رو میدونی، چجوری ممکنه؟ شانس. این دیگه شانس نیست، معلومی بچگیات به کی دادی. چی گفته بودم من؟ نمیدونم چی گفته بودی؟ جفت گفته بوده؟ آره جفت گفته بودی. الان من برنده شدم، باید تیلهاتو بدی به من. پس بیا من باختم. بده پدر بزرگ بده. آره تو باختی، بده. چهارشنبه من نمیخوام بمیرم. منم مردن نمیخوام. خدایا دارم به یه افغانی التماس میکنم. امتحان زندگیمو گاییدم. من یه نقشه دارم، دوتامونم زنده میمونیم. تو رو به فرزندی قبول میکنم. تو رو خدا گوش بده. گوش میده هم بگو. حالا میری از همه میپرسی با وضعیت کیری زندگیشون حتی دوست داشتن یه روز تو ایران زندگی کنن. چه ربطی داره؟ کاریت نباشه بپرس، من نقشه دارم. چهارشنبه تیلهاتو اینجوری تو دستت نگیر. قشنگ دور گردنت بنداز، راحت‌تر بکنن تو کونت. ممنونم آقا امیر. احمق کسمغز. بیا داداش من برنده شدم. پدر بزرگ یه دونه تیلت مونده، تو رو خدا بیا بازی کن. بازی میکنم اما به یه شرط. رو همه تیله ها یه جا شرط بندی میکنم. اما این خارکست بازیه. تو یه دونه داری، من 19 تا. 2 دقیقه پیش من اینجا سر پا میگاییدم. سر پا. بیا پسرم بیا، این زنده داد نزن. یه دونه تیله هم مال تو. الو خیرین اومدن؟ بیان ما اینجا داریم خوش میگذرونیم. اصلا اونجوری به من نگاه نکن. انتظار که نداشتی به خاطر یه افغانی بمیرم. خیرین عزیز خوش اومدین. همه چی اونجوری که دوست داشتین آماده کردیم. اون بالشت ممه‌ای من آماده. آره تا دلت بخواد اون تو ممه هست. بیاین بازی بعدی شروع میشه. اینجوری هم بازی‌ها رو دیدن حال میده. اکون به جای ممه دارم استفاده میکنم. برای من ممه ها بالشتن. پس برای من چرا میز گذاشتید؟ حرومزاده کی تموم میشه؟ پس کمرم خوش شد. به بازی پنجاب خوش اومدید. جلوتون 20 تا شیشه
شیشه هست که 10 تاش آلمانیه و 10 تاش ایرانی. رو شیشه های آلمانی که بپرید اوکی، ولی رو شیشه های ایرانی که بپرید بگاهیه. حالا ببینم چیکار میکنید. بیا اینجا ببینم بچه خوشید. بفرمایید. تو از این به بعد فقط باید به من خدمات بدی. داداش به خدا گی نیستم، من دارم حقوق کارگری میگیرم. آبروریزی نکن، منظورم ویسکی ریختم. از اون ور بو آب میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. شبی تو مسجد رفتن شد، با پای چپ باید بمیرم یا با پای راست؟ بپر کونی حالت میدم ها. باشه میپرم. یک قلقشو پیدا کردم. خب 19 تا شیشه مونده، 10 تاش آلمانه، 9 تاش ایرانی. درصد مردن من 99 ممیز 99. کیرم تو این زندگی. دلو میزنم به دریا. 1 2 3 4. یه دونه برید جلو. چند از شیشه های سالمو میدونیم، وقت نداریم، بدوید. خاله این بیناموس چپ پرید یا راست؟ نمیدونم پسرم، خیلی سری بود. خاله باید بدونی قراره بمیرم، میفهمی؟ فکر کنم چپ بود. یعنی چی فکر میکنم؟ به این زنه گوش نده، راست بود. اونا هم که میگن راست. به نظر من پاتو بذار رو میلا. خاله با حرفتو میپرم چپ. بپر پسرم، به من اعتماد کن. یا شانس، خار مادرتو گاییدم خاله. راست بود انگار. میبینم که شما دو تا بیناموس هنوزم زنده اید. براتون لباس تازه آوردیم. این لباسا رو بپوشید، بریم خیرین براتون نظری آوردم. نظری خوردنم رو دیزاین ماسونی میچسبه. حالا میتونید بخورید. چند روزه دارید سیب زمینی و نون خوش میخورید. یه خورده غذای درست حسابی بخورید، رنگ و روتون باشه. گیرش انداختیم رئیس. تسلیم شید. من یه پلیسم، از همه چی هم فیلم گرفتم و فرستادم. شاید پلیس باشی ولی اینجا تلفن آنتن نمیده. اوبنگی آنتن میدم و این یارو خیری میخواست منو بکنه. تازه من از همون اولم نمیخواستم شما رو دستگیر کنم تا اینکه یکی از شما خواست منو بکنه. الان دیگه باید تسلیم شید. عجب نظریه بود. چاقو گذاشت. خب پس من برش دارم. اگه اینجوریه منم برمیدارم. پس تو قاشق من برنج مونده. سرمونو درد آوردی دیگه، تسلیم شو. نه به من تجاوز شده، من تسلیم نمی. بیا صورتمو بهت نشون میدم، تسلیم شو. داداش تو هم کونی بودی؟ چقدر زر میزنی بچه کونی. ولی خیلی پول جمع شده. آره خیلی پوله. این پول رو اگه من برنده شم، به جای اینکه مامانمو ببرم دکتر، براش تو بازار یه مغازه باز میکنم. با این همه پول فقط یه مغازه؟ آره فکرشو بکن، این همه پول دارم ولی هنوز کسکشم. فکر کنم دارم میمیرم. دختر چی شده؟ درو باز کنید، دکتر لازم داریم. دکتر لازم داریم. امیر مادر جنده چرا کشتیش؟ اون یه دختر بود، اون تنها دختر این جمع بود. واسه چی به اسمت خیانت کردی؟ خب شما دو نفر تونستید زنده بمونید و بیاید فینال. اینم از آوانتاژهای نقش اول بودنه. حالا این بازی که قرار بازی کنید اسم فیلممونم هست. من برنده شدم ولی وجدانمو از دست دادم. من جایزمو نمیخوام، گاوم. این دیگه چه هم بازی؟ داداش من خودمو میکشم، شما به این گاو پولو بدید. امیر چرا خودتو کشتی امیر؟ به خدا که پولو برنده شدی، حلالت باشه. الان یعنی تو حسابمه پول؟ آره ولی برای مادرت نمیتونی مغازه باز کنی. واسه چی؟ کسکش تو دیگه یه میلیاردری، یه خورده آدم باش. مغازه چیه با این همه پول؟